تو فیلم‌های آخرالزمانی که دارن می‌سازن آمریکا همیشه نابود میشه. و اصلا اینا پروژه بهش میگن پروژه ققنوس. اینا میگن که یه تخمه میذاره، آتیش میگیره، خودش میسوزه، از این خاکسترش تخمی که گذاشته مونه و اون یه فونیکس جدید ازش میاد. آمریکا باید بسوزه، نابود بشه برای ادامه اسرائیل. اونا میگن که چین میشه امریکای جدید که از ما حمایت بکنه. الان دارن اقتصادشون میبرن سمت چین. ساخت معبد توسط اسرائیل، حزقیال باب 40 تا 44. اینا دیگه محقق بگید جزء برنامه‌هاشونه، تخریب بیت المقدس و ساخت معبد سلیمان. و این زنم خیلی جالب وقتی داره میره توی سرداب، قبلش برای اینکه بتونه نفوذ بکنه از حجاب چادر و برقه و اینا استفاده کرده. اون لحظه تیکه‌هاشون هم به اسلام میذاره، وقتی دست چادر داره راحت میشه، خلاص میشه. مثلا یه نکته در واقع. و آخرام همین دختره بیشتر از همین کارهایی داره و نجاتشون میده. قدرت تو آزاد کن چین، نترس. قدرت تو آزاد کن، آزادشون کن چین، آزادشون کن. همه قدرت رها شد. گفتیم اینا وقتی صحبت از فضایی میکنن منظورشون چیه؟ باریکه همین شیاطین جنی دارن ذهنا رو آماده میکنن. و گفت الان نه، زمان این رسیده که اینا دوباره به هم چی بشن؟ نزدیک بشن. دوباره جنات کنار هم دیگه باشن. در تفکرات یهودیت کابالیستی هم یک نردبانی میکشن که حضرت داوود ایستاده پایینش به سمت آسمانه و موجودات آبی رنگ از بالا دارن میان پایین و این گیته در آسمان باز شد.
ائتلافی که دارن اسرائیلیا به عنوان طرح ابراهیم دارن درست میکنن، تو طرح ابراهیم میگه ما یهودیا با شما اهل سنت یه جا بیاید بزنیم پدر ایران در دل. تعجب نکنه اسرائیل میره باکو، تعجب نکنه اسرائیل میره امارات. آخرین نمونه های ماموت ها اینجا هستن و اونا دارن یکی یکی میمیرن. من اینجام تا با آزمایش X1 اونا رو نجات بدم. این آزمایش خیلی بلند پروازان است، ولی اگه جواب بده میتونه دنیا رو عوض کنه. با کمک همکارم مالک این دستگاه فوق‌العاده رو درست کردیم که با رادیو سایت کار میکنه. سلام. یه لوله رو درست میکنم دوباره از اون یکی میپاچم بیرون. اما از این پرآبی اینا با همیشه میخوان ما رو خاموش. من این لوله رو خودم آب بندی کرده بودم، نباید آبی در کار باشه. سال 1979 ماه نوامبر بود جناب علی. نتونستم از بابا بزرگم خداحافظی کنم. دیوار سیمانی جواب نداد. معلومه. تازه خبر بدتر از اونم دارم. 3 تن سیمان زدی به باد رفت. این همه کارگر که اینجا کار میکردن رو ببین.
سنگ محکمه خوشم اومد. گزارشاتو لغو شده بدون. موفق شدی؟ آره. این مغازه رویای من نبوده. تو رویای منی. همیشه رویای من بودی دخترم. بابا یه داره مفتی بهم بده. چیز مفتی نداریم. فقط بزن به چاک. ببن تو بگیر. Elon Musk says the app's classic bird logo is being switched to an X.
11 که خمش پیدا کرد. دیدید دو تا ستون رو 11 که خمش پیدا کرد، خم شد، شکست، از بین اون چی به وجود خواهد آمد؟ رهایی. همون دو تا ستون معبد سلیمان، همون برج تجارت جهانی که خراب شد، همون عدد 11، همون پای انسان، دو پای انسان. میخوان بگن کشف حقیقت در اینجاست. اون راز چیزی جز شهوت و ارتباط جنسی نیست. که تو رو از سر راهم بردارم. حکومت ما از شهر جونیپر به کل شهرها، روستا و کل دره صلح گسترش میدی. آره میدانم. این توصیه رو یک مقام اسرائیلی کرد به آمریکایی ها. گفت اگر خاورمیانه رو میخواهید وقتتون رو مصروف عراق نکنید، برید سراغ ایران. قانون اونجاست، سرچشمه اونجاست. راهش هم این است که با ترویج فرهنگ غربی و تربیت آمریکایی مردم رو به واگرایی نسبت به دینشون و فرهنگشون و سنتشون و تاریخشون وادار کنید. وقتی مردم رها کردن، بعد از گذشت چند سال با یک تحرک احیانا نظامی مختصر این مانع بزرگ را، یعنی نظام اسلامی را، از سر راه بردارید.